در جوانی دار پیران را عزیز، در جوانی دار پیران را عزیز، تا عزیزی دیگران باشی تو نیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز، برادرای غریب. برادرجانا، امروز یک مادری عزیز و مهربانی ما بیماری شدگی‌اند که بغم‌های پای‌هایشان دردمند شدگی است. برادرای عزیز، بیماری نامش را آجی در نوار میگویند. انشاءالله میبینیم چگونه بیماری است مادری عزیز ما. انشاءالله اگر خوب میشد که ما همه سرجم میشدیم، همین مادری عزیز، همین مادری که فرزندی عزیز دیگرمندش از دست دادگی هست، کسی ندارد که این مادر را کمک کند. برای همین که برادری عزیز از شما احترامانه خواهش میکنیم که سرجم شویم، این مادری عزیز و مهربان قناعتش شویم و دستگیریش کنیم و تا مبلغی به جمع آوریم و جراحیشان را خوب کنند و خوب صحت شوند انشاءالله. برادرها نوار شویم. اگر خار خلد پایم، اگر خار خلد پایم، فقط مادر می سوزد. اگر خار خلد پایم، فقط مادر می سوزد. اگر دردی کند جانم، فقط مادر می سوزد. برادر جانا، از شما احترامانه خواهش میکنیم که مادر عزیز ما کمکتون رسانین حتما. من عبدالخالق ودیه دختر نمی باشم. 59 سالم. چندین سال این جانب بعد افتیدنم با کوستوارتروزی درجه 3 گرفتار شدم. این 3-4 سال آخر بسیار وزنیم. تو عربی هم قیم شده ایستاده است. دکتران با من احساط این کردن. و دوشنبه استراشن خوجان مراجعت کردم. این پری تست کنانی پای می چپم رو تعیین کردن. شبها خوابم نمیبرد. با داروهای آرام کننده میخوابم. اگه کسی یاردم میکردگی ندارم. پسری 30 سالم وفات کرد. از آدمان خیرخواه و سخاوتمند خواهش میکردم که برای جراحی پایم به من کمک رسانند. پیش که منت دارستم.